داری بچه‌مه بته بچه ما ده چی با مزاق بته زنک لبای میگم این مرده بچه‌مون بعد کلام شوا خمون نگاه میکرده باشه ای مرده که پرواش نکو این بچه را هم قید تربیهش میکنم که در آینده تار سرواش نکیشه مالی مرده میم برم داری بچه بیار شیسو میم برم شا میم برم در بچه هم برم میم برم زنک بته بچه هم آمده دوستوری کنم آخی بیا بچه بیا ها شیرینه رو تبی بیا ککر میتون بیا ها شیرینه موزیک اینه ککر بچه جون ککر شیرینه رو زنک لبای مرده میگم وقت تمام خیلی کودک بودم پدر منم خیلی دوستوری کرده باشم انا بابی جان لبای ماشینا را دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار رو در روسیه در انامین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لیوبلینا جمع میشوند بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگزاری کرده میشوند انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم میشود بابی جان از همه اساسش کفالت دارد نه گرانتیا بله هی نمیره حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده سلام علیکم بچه‌ها شما هر روز چهارشنبه سه‌شنبه ریس داریم مقصد پول ما جای کار ما بیاین روز چهارشنبه سه‌شنبه ریس داریم لوگوی زنگ میزنه شوای روز در لوگوی وقت زنگ میزنه میره میگیریم در همه پول ما اینا گازر میریم خیلی بار در کار باشه میره میگیریم ایجاد دستم که بخورد خونه یک قابچه دنونی تاقای بگی خوردم بگی دیگه نه یا پشت ریزای من فهمیدی؟ بارون بزنه بهار درست پا مال بکنه بارا برا بگی بیا بکار نشده خونه هزین ببرا به ما 4 روز پیش ترا گفتم که همه جبرا بکن کدستم کوتاه کدستم دست بای با کدستم اخی او نه جمع شود ده هایی تو یا سواچی مولامول داری همینجا کدستم اخو پاینا کدستم دست بای با اگر تو بی همرا خوک کده بگیره پوبل که سر اگر تو جویک بکش پالک کش اگر تو سوز که او چه از ما رو جمعون دای مایده شون کده بگی بار اخی تاین هست نمونشون بارون بزنه بهار درست پا مال بکنه بارا برا بگی بیا بکار نشده خونه هزین ببرا برام رنگی تو بخش جوان بودیم خدمت پدر کردیم نجم میدیم مهنت میکردیم
خیلی بچه هایتی یا ساعت نمجد ما تدخلمون بچه هم بسخی نخو فرزان اصلی پدرشم خیلی گب زنه بگی جورا پوبل که جواب کش از مورا بگی بر تای نویز یه بو ادار اقل تامیز جدید بزنه چی میگی قواوا میکنی مسافت خودم جانم برآمده است میونم شکسته رفته است چی قواوا میکنی قطعه بچه در وقت چی گفتبدی؟ زنه که در وقت چی گفتبدی؟ فرزند یک نمود تربیه میکنیم که تورتور سر میبردونم اونا این فرزند بله در پش ما پارتوف زد رفت گب گردون طرف ما او اگرات موندگی و هزلمه و جا موندگی میره تای نوست دموناخ برون بزنه در وقتش چی گفتبدی؟ حوزی چی شده سر؟ ای مردکه ای برو صبح همو بچت خودم زور ایجان شدگیم خودم کو خار و زور شدم اینمی کسلم یک تاینست کو خودم دا دارو بیاره ما خودم کوس ای دردی جان ما میدونی میره بیمار شدگیم هیچ که نیست که یک دارون بیاره میدانی تا میره برو صبح همو بچت خودت میدانی و همو بچت خودم کو خار و زور شدم میدانی امیره وای ممبر یک کسی نیست که با دادی خودم برسه برو به همو بچه ده وای یک کسی نیست با دادی خودم برسه وای جانی خودمه وای خداوند هیچ کار با خیلی زنی بد گرفتار نکنه مغزی سری فرهاده پریشان زن کرد تمامی جامعه سوزه عذاب دارمه یا کسی نیست ای حالی ما بپرسه با امید بچه کلان کردمه با امید فرزند کلان کردم یک بار ای در میدروی اهمیت نمیتیه اینم مصطفی برا تارت کو تا بگه در خدمت خطه آینده ای ما چی میشیده باشه خار زار شدمه وای همه جامعه سوزه همش گناهی خدمه میخسر ما گش نموندم تش نموندم اوقات ندادم همش نیروز سیاه عذابم خداونده با شرمندگی نکشمه خدا ساغرا کرونا میکنی نه گپی مرا گوش میکنی نه گپی چتا گوش میکنی این فلتا پارتو که ساغرا دفت میکنی مای خونه فهمیدی ساغرا لو چاکی بکر کجا ولی میبینیم که کی را دفت میکنه
پدرت در عین پیری نغز یعنی که احترام که حرمت که اوی توراتش بته رفتی پدر رو حتما از نوم ما سلام بسیار بگو که اکای احمد سلام گفت وقتی خطیش ما کار میکردن خوب شد سعد حیف بگوی احمد مرا بچه هم بخواه بکشه نکی نمیدونم برای چی بزرگان گفتن که گر بیرنجانی پدر را در دوام عمری خود اون چی کردی با پدر از پیسر میبینی تو بگوی احمد بگوی احمد بگوی احمد Mm-hmm.